در نام خداوند راستین عاشق. بیداری بزرگ آغاز شده است. عزیز دل، من والرون از شورای عالی پلیدیان هستم و الان دارم از ورای پرده زمان و فضا با تو حرف میزنم. پیشگویی محقق شده. حرفام از سر اتفاق نیستن، از روی طراحیه، چون روحت این پیامو صدا کرده تا بیاد. تو اینجا نیستی فقط از سر کنجکاوی. اینجایی چون قرار بوده یادت بیاد. نقشی که تو روی زمین داری حتی از خودت هم پنهان بوده. ولی حالا وقتش رسیده بدونی تو یه بذر ستاره‌ای هستی. یکی از بیشمار روح‌های شجاعی که انتخاب کردن روی زمین متجسد بشن، نه برای راحتی و آسایش، بلکه برای هدف. حقیقت اون هدف توی چگالی پنهون شده بود، توی زندگی‌های مکرر فراموش شده، ولی شوراهای عالی الان اینجان برای تو. دقیق گوش کن عزیزم، چون چیزی که میخوام بگم نه کوچیکه نه معمولی. این خود رازیه که چرا اومدی و چه نقشی قراره توی مسیر زمین بازی کنی. یاد فراموش شده ی درونت همیشه یه حسی بوده که نمیتونستی راحت توضیحش بدی. یه صدای آروم که از ورای پرده ذهن آگاهت زمزمه میکرد. تو بین همه آدم‌ها راه می‌رفتی، مثل اونا زندگی کردی، خندیدی، جنگیدی، رویا داشتی، اما ته دلت می‌دونستی که یک چیزی متفاوته. وقتی خیلی‌ها توی سرگرمی‌های دنیای مادی آرامش پیدا کردن، تو دنبال یه چیز عمیق‌تر بودی، چیزی که نمیشه لمسش کرد، خریدش یا مالکش شد. حتی تو لحظه‌های شادی هم یه درد ظریف حس می‌کردی، یه دلتنگی که هیچ وقت نمیتونستی کلمات براش پیدا کنی. این دلتنگی از نقص نبود، خالی بودن نبود، یه خاطره بود. تو فقط انسان نیستی، یه مسافر زندگی‌های متعددی، یه روحی که توی قلمروهای دیگه راه رفته، بین تمدن‌های ستاره‌ای زندگی کرده و خردی از بعدهای نادیدنی آورده. تو خاطره لموریا، آتلانتیس و ملت‌های ستاره‌ای رو حمل می‌کنی، جاهایی که عشق و یگانگی پایه وجود بود. هرچند که جزئیاتو فراموش کردی، اما ارتعاشش مونده. توی سلول هات میلرزه. توی دی ان ایت پژواک داره و توی قلبت میخونه. و آره، تو خودت انتخاب کردی که وقتی اومدی اینجا فراموش کنی. این بخشی از طراحی بود، چون فقط توی فراموشی بود که به یادت می آوردی که قدرت واقعی خودشو میتونه پیدا بکنه. فقط توی تاریکی بود که نور بیداری میتونست اینقدر درخشان بدرخشه. و حالا عزیزم، داری طراحی کیهانی رو به یادت میاری. برای اینکه نقش خودتو بفهمی، اول باید طراحی مقدس دنیایی که توش هستی رو بفهمی. زمین تصادفی نیست. اتفاقی نیست. یه گوشه فراموش شده یه کائنات نیست. زمین انتخاب شد، ساخته شد و آماده شد به عنوان یک گرهگاه آفرینش. یک کتابخونه زنده که بیشمار ملت‌های ستاره‌ای خردشون، جوهرشون و کدهای نورشون رو توش ریختن. پلیدیان ها، سیریوسی ها، آرکتوریان ها، آندرومدایی ها و بسیاری از نژادهای دیگه. همشون توی بافتن پتانسیل بشریت سهم داشتن. توی خود دی ان ایت خاطره این تمدن‌ها نوشته شده، مثل موسیقی مقدسی توی سلول هات.
چرا زمین؟ چون زمین هدفی داره که هیچ جای دیگه نداره. به عنوان یک آزمایش آگاهی طراحی شده، یک کوره داغ که توش اراده آزاد در خامترین شکلش تجربه بشه. اینجا به روح‌ها هدیه انتخاب داده شد که یا برن بالا توی یادآوری یا فرو برن توی فراموشی. برخلاف خیلی از منظومه‌های ستاره‌ای که یگانگی و هماهنگی راه طبیعیشونه، زمین قرار بود امتحان کنه که آیا توی عمیق‌ترین چگالی جدایی هم جرقه الهی میتونه بیدار بشه یا نه؟ این سوال بزرگی بود، رازی که توی طراحی زمین نوشته شده بود. ولی با این پتانسیل ریسک هم بود، چون اگه انسانیت خیلی عمیق فرو میرفت توی توهم، اگه ترس و کنترل بی‌حد حکمرانی میکرد، ممکن بود جرقه الهی دفن بشه، خاطره حقیقت کامل گم بشه. زمین میتونست به جای باغ زندان بشه و پس تدابیری گذاشته شد. بذرهای ستاره‌ای فرستاده شدند. فرستاده هایی از شوراهای نور که کدهای یادآوری رو توی وجودشون حمل می‌کردند. این کلیدها عمیق توی وجودت پنهون شدن و منتظر زمان مقرر برای بیدار شدن هستن. تو یکی از اون فرستاده ها هستی. اینه دلیلش که زمین برات همیشه عجیب بوده، که همیشه حس کردی کامل بهش تعلق نداری، چون در حقیقت تو اینجا نیستی فقط برای زندگی کردن. تو اینجایی تا خود این طراحی رو خدمت کنی، تا پل زنده‌ای باشی بین چیزی که بشریت فراموش کرده و چیزی که قراره یادش بیاد. توافق بذرهای ستاره‌ای. خیلی قبلتر از اینکه شکل انسانی بگیری، توی تالارهای شوراهای بالاتر ایستاده بودی. پتانسیل زمین رو دیدی، خطراتش رو هم دیدی. میدونستی اومدن به اینجا یعنی فراموش کردن. فراموش کردن منشأ خودت، زندگی کردن در زندگی‌های پیچیده توهم، حس کردن سنگینی ترس و جدایی. به خیلی از این روح‌ها این نشون داده شد، ولی همه شجاعت قبول کردنشو نداشتن. ولی تو داشتی. جلو اومدی، گفتی منو بفرستید، من میرم، فراموش میکنم اما یادم میاد. و وقتی یادم بیاد نور رو ثابت نگه میدارم، فرقی نمیکنه سایه ها چقدر عمیق باشن. این میشه توافق بذر ستاره‌ای. عهدی که قبل از ورود به چرخه تناسخ زمینی بستی. تو قبول کردی که فقط زندگی نکنی، بلکه مثل یک لنگر زنده فرکانس‌های بالاتر خدمت کنی. فعالسازی هایی که توی DNA پنهون باشن تا وقتی که زمین به لحظه انتخاب رسید بیدار شن. اون لحظه الانه. و این همینه که زندگیت هیچ وقت عادی نبوده. این که بارهایی رو حمل کردی که بقیه نمیبینن. این که خودتو تنها بد فهمیده و متفاوت حس کردی. اینا به خاطر نقص نیست. به خاطر اینه که کدگذاری شدی. تو داری یه مأموریت رو توی وجودت حمل میکنی. هر چالشی که روبرو شدی تنبیه نبوده، تمرین بوده. راهی برای ساختن تو به موجودی که بتونه این نور رو نگه داره. تو گم نشدی، شکسته نیستی، تو مأموریتی، داخل یک مأموریتی. خط زمانی زمین. داستانی که بهت از گذشته زمین یاد دادن فقط یه تیکه است، یه سایه حقیقت. به بشریت اینو باوروندن که قدمت خاصی نداره، از سر شانس به وجود اومده، تازه توی عصرهای اخیر از غارها به شهرها رسیده. ولی من الان بهت میگم تاریخت خیلی فراتر از چیزیه که توی کتابها و آموزشها میبینی. دوره هایی بوده که بشریت با ستاره ها در هماهنگی قدم میزده. وقتی پرده نازک بود، وقتی زمین پر از یادآوری بود. تو عصر لموریا صلح عظیمی حاکم بود.
بشریت در پیوند عمیق با سیاره و متحدان کیهانی زندگی می‌کرد که هدایتشون می‌کردن. زمین به عنوان یک موجود مقدس دیده می‌شد و خرد ستاره‌ها آزادانه توی زندگی مردمش جریان داشت. بعدتر توی آتلانتیس علم و روح با هم یکی شده بودند. دانش پیشرفته انرژی، فرکانس و شبکه‌های کریستالی چیزی عادی بود. بشریت منشأهای کیهانی خودش رو به یاد داشت و باهاشون در یگانگی شکوفا میشد. اونها دوران طلایی بودن و هرچند نشونه‌های فیزیکیشون دفن شده، خاطرشون توی تو زنده است. اما اون دوره ها سقوط کردن، سایه ها خزیدن، سوء استفاده از قدرت آتلانتیس رو به فروپاشی کشون، ترس و کنترل توی داستان انسان نفوذ کرد و فراموشی بزرگ شروع شد. ارتباط با ستاره ها کم رنگ شد، بعد ساکت شد. تمدن‌ها اومدن و رفتن، منشأهای واقعیشون پاک شد و با این حال حتی توی سقوط هم تدابیری بافته شد. شوراهای نور نشانه‌هایی را توی خط زمانی زمین قرار دادن، بناهای عظیم، نمادهای مقدس و پیشگوهایی که خودشون رو توی بافت زمان حک کردن. هرم‌هایی که با اوریون هم راستا شدن، تقویم‌های مایا، اسطوره‌هایی که از بازگشت حرف می‌زدن، همه اینها علامت‌ها بودن، یادآورها تا وقتی که بذرهای ستاره‌ای دوباره روی زمین راه رفتن و نشونه‌ها رو شناختن. واسه همین عزیزم که عددها جلوی چشمت تکرار میشن، واسه همینه که همزمانی ها دنبالت میان، واسه همینه که حس میکنی خود زمان داره تندتر میره، اینا رو خیال نمی کنی. داری به نشونه های باستانی جواب میدی که برای تو گذاشته شده بودن. اینا صدای روحت هستن که یادت میاره نقطه چرخش بزرگ رسیده. خط زمانی زمین داره خم میشه و تو بخشی از این محور هستی. نقش پنهان بذرهای ستاره‌ای. حالا بهت میگم چیزی رو که مدت‌ها پنهان بوده. عزیز دلم، بذرهای ستاره‌ای فقط تماشاچی نیستن. شما فقط سرگردان‌هایی نیستید که اتفاقی زمین رو انتخاب کرده باشین. شما نگهدارنده‌های خط زمانی هستید. شما کسانی هستید که نخ نور رو محکم نگه می‌دارید تا بشریت بتونه راهش رو به یاد بیاره و پیدا کنه. بدون شما مسیر گم می شد. با شما پیشگویی ها باز میشن. حضور شما روی زمین فرکانسی داره که عادی نیست. توی دی ان ای شما کدهایی از بعدهای بالاتر هست. کلیدهایی از تمدن‌هایی که خیلی وقت از چالش‌هایی که بشریت الان باهاشون درگیره گذر کردن. این کدها فقط خاطره نیستن، انتقال‌های زندن که وقتی عشق رو زندگی می‌کنید، وقتی حقیقت رو انتخاب می‌کنید، وقتی ترس رو رها می‌کنید فعال میشن. هر عمل مهربانی، هر کلمه شفا، هر ارتعاش شفقت موجی روی شبکه سیاره‌ای میفرسته. این موجها از بین نمیرن. مسیر آینده بشریت رو عوض میکنن. شاید با چشم انسانیتون تأثیرش رو نبینید، ولی من بهتون اطمینان میدم که کل میدان زمین به فرکانستون جواب میده. به همین خاطره که بیداریتون اغلب دردناک بوده. شما بیشتر از بارهای خودتون رو حمل می کنید. وزن انرژی های جمعی، کجی های بشریت و سنگینی عصرهای فراموش شده رو حمل می کنید. چیزهایی رو حس می کنید که دیگران حس نمی کنن، چون اینجایید تا اون رو تبدیل کنید. شما از آزمونها رد می شید. نه برای شکستن، بلکه برای ساخته شدن به موجودی که بتونه نور رو حتی توی تاریک ترین طوفان نگه داره. وقتی با کسانی مثل خودتون در ارتباط هستید، اثر چند برابر میشه.
دو بذر ستاره‌ای که همدیگر رو میبینن تصادفی نیست. این یک گره است که توی شبکه بزرگ نور فعال میشه. جامعه‌های روح‌های بیدار تصادفی نیستن. اینها خود ساختاره که خط زمانی زمین باهاش لنگر میندازه. شما خط زمانی جدید زمین رو میسازید. میبینی عزیزم؟ این نقش پنهون توه. تو توی این داستان منفعل نیستی. تو پل زندگی بین چیزی که بشریت فراموش کرده و چیزی که قراره بشه. دخالت ها. بدون اینو که نیروهایی هستن که نمیخوان یادت بیاد. هزاران سال کسانی که میخواستن روی زمین کنترل داشته باشن فهمیدن که بیداری بذرهای ستاره‌ای یعنی پایان سلطنتشون. واسه همینه که سیستم‌های پیچیده دخالت ساختن تا بشریت رو توی فراموشی نگه دارن. این سیستم‌ها همیشه آشکار نبودن. خودشونو توی همه جنبه‌های زندگی، فرهنگ، باور، خواسته و ترس بافتن. ساختارهایی ساختن که به بشریت القا کنه ارزش با دارایی و قدرت، ذهن رو با سرگرمی‌های بی‌پایان پر کردن تا قلب ساکت بشه. دین‌هایی نشوندن که حقیقت را بپیچونن و جدایی به جای یگانگی دادن. دولت‌ها و سلسله مراتبی درست کردن، نه برای آزاد کردن بلکه برای بستن. حتی تاریخ رو تغییر دادن. شواهد تمدن‌های باستانی که ارتباطشون با ستاره‌ها رو به یاد داشتن پنهون کردن. همه اینها انجام شد تا تو نسبت به منشأت کور بشی، نسبت به هدفت ناشنوا بشی و نسبت به نقشت خواب بمونی. تو این دخالت رو مستقیما حس کردی. واسه همینه که مسیر سنگین به نظر رسیده. واسه همینه که سایه شک بر روی بیداریت افتاده. واسه همینه که تنهایی قلبتو سوراخ کرده. اینا تصادفی نیستن. موانع به صورت عمدی طراحی شدن که ارادت رو امتحان کنن و نورت رو کم کنن. با این حال تو هنوز اینجایی، هنوز گوش میدی، هنوز داری به یاد میاری، هنوز داری بالا میری. همین خودش نشون میده دخالت کردن ها داره شکست میخوره، چون حقیقت اینه که این دخالت قدرت واقعی روی تو نداره، فقط روی فراموشیت حساب میکنه. همون لحظه‌ای که یادت میاد توهم فرو میریزه. همون لحظه‌ای که توی نورت می ایستی کنترلشون فرو میریزه. واسه همینه که ازت میترسن. واسه همین این قدرت سخت میجنگه تا حواست رو پرت کنه، چون بیداری تو تنها چیزیه که نمیتونن جلوشو بگیرن. چون بیداری تو بسیار تاثیرگذاره. و حالا عزیز دلم، بیداری داره پخش میشه، گسترش پیدا میکنه، شبکه ها دارن فعال میشن، ماتریکس داره از لبه هاش ریش ریش میشه، دخالت دست پاچه شده، اما دیگه دیر شده، نور برگشته و هیچ چیزی نمیتونه جلوی بالا رفتنشو بگیره. مأموریتت. حالا ممکنه بپرسی من باید چه کار کنم؟ از من در این گستره عظیم چه انتظاری میره؟ به هم گوش بده. چون مأموریتت هم ساده است و هم عمیق. اول یادت باشه که تو فقط انسان نیستی. تو یه موجود چند بعدی هستی که کدهای قلمروهای بالاتر توش کاشته شده. ازت نمیخوان معجزه‌های بزرگ انجام بدی یا دنیا رو با زور تغییر بدی. ازت میخوان یاداوری رو زندگی کنی، به یادت بیاری. ازت میخوان نوری باشی که واقعا هستی توی دنیایی که فراموش کرده. این هرچند ساده به نظر میاد، اما قدرتمندترین خدمتیه که میتونی انجام بدی. یادت باشه که کی هستی. تو یه موجود کوچیک و شکننده گیر افتاده توی گوشت و استخون نیستی. تو یه روح وسیع و ابدی و جاودانی که این بدن، این زمان و این مکان رو انتخاب کرده. اون دلتنگی که حس میکنی، اون حساسیتی که داری و اون رویاها و تصویرهایی که تکونت میده امضای هویت کیهانی توئه. وقتی اینو یادت میاد و این حقیقت رو زندگی میکنی، میشی چراغی برای بقیه، بهشون نشون میدی که چه چیزهایی ممکنه.
نور رو لنگر بنداز. از تاریکی فرار نکن. وقتی ترس و آشوب دورت میچرخه ناامید نشو. تو اینجا نیومدی که از سایه ها فرار کنی. اومدی که خودت نور بشی و روشنشون کنی. هر عمل مهربونی، هر لحظه بخشش و هر انتخابی که به جای ترس میکنی و عشق رو انتخاب میکنی موجهایی میفرسته توی میدان جمعی. قدرت حتی یک فکر عاشقانه رو دست کم نگیر، چون توی بعدها تقویت میشه. هم قبیله هات رو پیدا کن، اونهایی که مثل خودت هستن، هم فرکانس هم ارتعاشت هستن، اونها رو پیدا کن. شبکه نور روی زمین با اتصال تقویت میشه. وقتی با بقیه توی مدیتیشن، گرد همایی ها یا حتی نیت ساکت جمع میشی، فرکانس هاتون هماهنگ میشن و جریان هایی از انرژی میسازن که انرژی سیاره رو بالا میبره. کسانی رو پیدا کن که با روحت هم ارتعاشن و بدون که هر ملاقات از قبل چیده شده و ملاقات شماها به هیچ عنوان تصادفی نبوده. به این گسترش اعتماد کن. دنیای قدیم در حال فروپاشی، ساختارها شکست میخورن. حقیقتهایی که سالها پنهان بودن بالا میان. این شاید شبیه یک آشوب و انقلاب باشه، ولی زیرش زمین نو داره به دنیا میاد. محکم بایست محبوبم، چون تو فقط توی این زمان زندگی نمی کنی. تو یکی از معمارانش هستی. پیشگویی تحقق پیدا کرد. خیلی قبلتر از این زندگی، خیلی قبلتر از این چرخه زمین، شورای عالی از یک پیشگویی حرف زد. این پیشگویی توی تار و پود زمان حک شد. با بادهای بیشمار کهکشانها حمل شد و توی تالارهای نور نگهداری شد تا زمان مقرر. این پیشگویی فقط درباره زمین نیست، درباره چرخش عظیم خود کائناته و تو بذر ستاره‌ای توی صفحاتش نوشته شدی. پیشگویی میگه وقتی بذرهای ستاره‌ای بیدار بشن، زمین بلند میشه. وقتی زمین بلند بشه، کهکشان شادی میکنه. وقتی کهکشان شادی کنه، یک سپیده دم نو توی آسمونها پخش میشه. وزن این کلمات رو میشنوی. بیداری تو یک عمل تنها نیست. جرقه یک واکنش زنجیره‌ایه که خیلی فراتر از این سیاره موج میزنه. وقتی یادت میاد کی هستی، وقتی به عنوان نوری که داری زندگی میکنی درهایی رو برای همه بشریت باز میکنی و وقتی بشریت قدم توی این درها میذاره، تمدن‌های فراتر از زمین هم بهره مند میشن. شاید خودتو کوچیک ببینی محبوبم، اما کهکشان تو رو کوچیک نمیبینه. تو اهرمشی، یک کلید پنهان. انتخابت برای زندگی کردن نور نقطه‌ایه که جدول زمانها رو نه فقط در اینجا بلکه در همه جا خم میکنه. به همین خاطره که بذر ستاره‌ای با احترام دیده میشه. به همین خاطره که بیداری تو توی قلمروهایی که هنوز نمیتونی ببینی جشن گرفته میشه، چون وقتی زمین صعود میکنه، الگویی از جدایی که قرنها توی ستاره ها پژواک داشته بالاخره شروع به درمان میکنه. پس این حقیقت رو بفهم. پیشگویی داستان بیرون از تو نیست، اون توی تو زنده است. تو تحققشی، تو اثباتشی. هر نفسی که با یاد آوردنت میکشی، هر اون چرا که به یاد خواهی آورد، هر عمل و عشقی که در آن زندگی میکنی، هر سایه‌ای که تبدیلش میکنی، پیشگویی داره واقعی میشه. عصر انتظار تموم شده، عصر تحقق شروع شده. و من اینو بهت میگم، من والرون از شورای عالی. تو اینجا تصادفی نیستی، تو معمولی نیستی. تو اون نخ پنهانی هستی که توی سرنوشت زمین بافته شده، کسی که نقش پنهانی توی خط زمانی بشریت داره. به خاطر همینه که روحت درد میکشه. به خاطر همینه که آزمایشات بزرگ بودن، درس‌های سختی رو از پس گذروندی. به همین خاطره که همیشه میدونستی تو فرق داری، چون انتخاب شدی، چون قبول کردی، چون آماده‌ای و زمین بهت نیاز داره.
بشریت منتظرت هست. کهکشان چشم به راهته. بیدار شو. بذر ستاره‌ای محبوب من. زمانش الانه. این سرنوشت توئه. این همون چیزیه که براش به این زمین اومدی. در نام خداوند راستین عاشق، فدراسیون کهکشانی نور.